فرش بگم تو تولیدی فرش شاید ما 110 تا شغل درگیریم، مثلا چیزی که حتی فیزیک، شیمی، نقاشی، طراحی، معماری، مهندسی، همه اینا درگیرن. مثلا شما فکر کنید شما 100 سال پیش کسی می‌خواست نقشه بکشه، یه نقشه اینو بکشه، الان نقشه ما اینجاست، ببینید با چه رنگ‌آمیزی این رنگا رو این تخته گذاشته. رنگ زرد از کجا آورده؟ خب شیمیه دیگه. چه جوری اینا تو این قالب آورده؟ این هندسه است. ببینید درسته. خیلی مهمه. حتی اصلا ابریشم اگه یه کشاورز خوب نباشه، گیاه شناسی هم داره، نتونه ابریشم خوب تولید کنه، خب چه جوری میتونه ابریشم خوب داشته باشه؟ اگه مثلا یه اینجوری بدونم یه دامی خوب پرورش ندن، پشم گوسفندی خوب نداشته باشن، رنگ این قال یا دو رنگ میشه. الان رنگ این قال از اوروگوئه اوروگوئه ساده میشه، چون الان ما خوش سال داریم حیواناتم زیاد غذا خوب نمیخورن، متنوع نیستن، اونا چیزا اونا فرق میکنه، اونا طبیعتشون خوبه، پشمشون خوب تولید میشه. یه دسته رنگ نه، اونا میاد تو ایران، اینجا میشه. بعضیا خود اصفهان هم رنگ رزی داری، درسته؟ بله زیاد. خب شما الان پشماتون رنگ رزی شما ما بعضیش بعضی به خاطر که خیلی قیمتش میره بالا، مثلا بعضیش گردوییه، خب نمیتونیم بریم مثلا یه عالمه گردو بخریم، کار قیمتش خیلی میره، با این وضعیت بعضی صادرات نمیتونیم همه را گیاهی بزنیم، تعدادش این کارو میکنه. کدوم رنگ الان گیاهیه؟ الان مثل روناسش گیاهی گرفته، اینو میگن روناس.